روزتان بخیر بینندگان عزیز. سرخط رویدادها امروز 9 سپتامبر منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. تجلیل از 30مین سالگرد استقلالیت در تاجیکستان با راهپیمایی 10,000 نفر. صرف نظر از آنکه طالبان در افغانستان زنان را محدود میکنند، زنان تسلیم شدنی نیستند. مرگ بعد همگی چند ساعتی بازداشت و بازپرسی یک ساکن شهر خوجند در شعبه پلیس. این و دیگر موضوعات در دقیقه نزدیک تقدیمتان میشود. امروز تاجیکستان 30مین سالگرد مستقلیتش را تجلیل میکند. صبح بخشیده به این سنه از خیابان رودکی تا کوچه اسماعیلی سامانی پایتخت با شرکت بیش از 30,000 نفر کارمندان کسب و کار مختلف، دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی راهپیمایی آسایشته برگزار شده است. دیروز در یک نشست با تنتنه در کاخ باربد دوشنبه که در بستگی به جشن استقلالیت صورت گرفت، بخشی از سخنرانی امام علی رحمان مربوط به وضع کنونی افغانستان بود. یک روز پیشتر از این، یعنی 7 سپتامبر، در پایتخت تاجیکستان پرد نظامی برگزار شد که آن را نیز کارشناسان همچون آمادگی به هر گونه تهدید از افغانستان ارزیابی کردند. میرویم به افغانستان. یک روز پس از اعلان حکومت طالبان، امریکا و همپیمانهایش در غرب فشار بالای آن را افزایش دادند. به قول سخنگوی قصر سفید جین پساکی، یگان نفر در مأموریت پرزیدنت امریکا جو بایدن باور ندارد که در جامعه جهانی کسی به طالبان احترام قائل باشد. پیش از آن، کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن در ملاقات آنلاینی با نمایندگان آلمان و 20 کشور دیگر گفته بود که مأموریت طالبان بر اساس عملش واگذاری خواهد شد. وزیر کارهای خارجه آلمان هیکو ماس هم گفت که بعد اعلان اعضای حکومت موقت طالبان او خوشبین نیست. در روسیه، رئیس پالاتای بالای پارلمانت این کشور مجلس فدرالی گفت که در مراسم سوگند یادکنی حکومت طالبان سفیر روسیه از نام کشورش نمایندگی خواهد کرد. تأسیس حکومت طالبان در داخل افغانستان هم مورد بحث و بررسی قرار دارد و به نظر می رسد که در این روند زنان از حق خود دست کشیدنی نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد. روز 8 سپتامبر زنان افغان بار دیگر در شهر کابل اعتراض دایر نموده ابراز داشتند که حق تعلیم، شغل و آزادی آنها نادیده گرفته می شود. صرف نظر از تعقیب گردهمایی‌های پیشتر 8 سپتامبر، اعتراضگران به ضرورت تخصیص جایهای کاری برای زنان در حکومت طالبان اشاره کردند. همچنان جمع آمدگان طالبان را با وعده خلافی در مسئله تشکیل حکومت فراگیر متهم کردند. در اعتراض، ناراحتی از دخالت پاکستان با امور افغانستان تاکید شد. در شهر شمال و شرقی قندوز باشد، گردهمایی به طرفداری از حکم طالبان برگزار شد. در این گردهمایی نیز زنان اکثریت را تشکیل می‌دادند. آنها با شعار الله اکبر از حکومت طالبان پشتیبانی کردند. بسیاری از افغانها از طالبان خوف دارند، ولی اشتراک کنندگان گردهمایی قندوز باور داشتند که در دوره حکمرانی طالبان بمباران شهر و دهات و فساد کاهش می‌یابد. گزارش اسکندر خواجه میرزاده بود. با روی کار آمدن طالبان، تحصیل پسران و دختران جدا از هم تشکیل شده است. در مابین صنفخانه پرده کشیده شده و در یک طرف پسران و در طرف مقابل دختران نشستند. محصلین دانشگاه ابن سینا شهر کابل در عموم میگویند تا آمدن طالبان هم در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیل بر پایه شریعت اسلامی بود و زیاده روی به نفع کار نیست. این مشکلات و چالشات در قسمت تحصیل ایجاد نکنند، ما بتونیم مثل سابق در قسمت تحصیل در قسمت شغل اینا فعالیت کنیم. طالبا آمد و این مردم اگر از جنگ طالبا کشته نشن، از فقر بیچارگی کشته میشن، از افسردگی ناامیدی. اصلا خانم‌ها از روزی که طالبا در افغانستان آمدم، من خودم از افسردگی، به خاطر که من خانم بودم، کار میکردم، مسئول هستم، فعال جامعه مدنی هستم، از روزی که طالبا آمده یک رقم وحشت شدم. مردم هیچ نمیفهمن که مرده باشن، نه مرده است نه زنده هستند. گفته یگان تو مرده متحرک شدن. تقاضای ما است که قدر سخت کوش نباشن و اسلام افراطی را بالای مردم تحمیل نکنن. اما چیزی که در گذشته بود طبق از او پیش بروند. در قسمت حجاب گپا
نباید نظر خود طالبان یا اینا باید تطبیق شود. هر شخص خودش میداند که مثلا چقدر حجاب کنه و روال سابقی که در افغانستان بودن امر کافی است. به نظر من خودم به این باور هستم که در قسمت حجاب مداخله جدی را طالبان نباید اتخاذ بکنن. بینندگان عزیز، تحولات اخیر افغانستان را در سایت آزادی هم میتوانید پیدا کنید. www.azadi.org. برمیگردم به تاجیکستان. نزدیکان اوتاجان دادوبویف، یک ساکن شهر خوجند، دعوا دارند که کارمندان پلیس سردار خانواده را بازداشت کرده بعد 15 ساعت جسدش را دادند. مقامات سبب مرگ دادوبویف را بیماری قلب گفتند، اما نزدیکانش این را رد کرده، میگویند او بیماری نداشت. بازداشت شهروندان از سوی پلیس و مرگ مرموزی آنها پیشتر نیز رسانه‌ای شده بود، ولی نه همه این قضیه ها تا آخر روشن شدند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار بعد از 3 ساعت برای شما تفصیلاتی بیشتر میدیم. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. کنسول سفارت تاجیکستان در روسیه دیروز از بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در صخره‌وی مسکو دیدن کرده است. در هفته این بازدید معلوم شده است که فعلا در این مرکز 31 مهاجر تاجیک نگهداری می شوند که برای 29 نفر آنها از جانب نمایندگی دیپلماتی رایگان شهادتنامه بازگشت به وطن تهیه کرده است. برای 2 شهروند دیگر که حجت‌های تصدیق کننده شخصیت نداشتند، درخواست به مقامات داخلدار جهت معین کردن هویتشان فرستاده شده است. کارمندان سفارت ضمن ملاقات با شهروندان بازداشت گردیده برای در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی‌ها وابسته به بود و باش در روسیه مصلحت‌های حقوقی دادند. بر علاوه به آنها یک مقدار مواد غذایی، لباس و دیگر محصولات مورد نیاز تقدیم شده است. مرزبانی پولشه و لهستان 6 نفر را با گمان کمک به انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت نموده 2 تونی بر ضد آنها پرونده شده است. در بین دستگیر شده ها یک شهروند تاجیکستان نیز بوده است. نشریه RMF 24 از قبل سخنگوی خدمات مرزبانی گفته است متهمان غیرقانونی پناهجویان را قبول کرده آنها را به داخل لهستان انتقال می‌دادند. شهروند بازداشت شده تاجیکستان در این کشور حق اقامت داشته است. نسبت گمانبران پرونده اخراج از قلمرو لهستان به زادگاهشان آغاز گردیده است. آنهایی که شهروندی ندارند به مدت 5 سال از حق ورود به منطقه شنگن محروم خواهند شد. گفته می شود پناهجویان تاجیک نیز اساساً طریق لهستان به اتحادیه اروپا وارد می گردند. نیروهای تاجیکستان در آزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی، یک سازمان زیر نفوذ روسیه در قرقیزستان شرکت نمی‌ورزند. تمرین طول 3 روز ادامه کرده امروز به پایان می‌رسد. یک منبع خبرگزاری آزیا پلوس در وزارت دفاع تاجیکستان گفته است در دوره تمرین بخشیده به 30 سالگی استقلال معرکه‌های زیادی با شرکت نظامیان به نقشه گرفته شده است. از این رو آنها اشتراک کردن نمی‌توانند. عین زمان افزوده است گفته نمی‌توان که تاجیکستان تمرین در قرقیزستان را پورا نادیده گرفت، زیرا افسران بلندپایه استادی کل نیروهای مسلح آن را مشاهده می‌کنند. هفته جاری کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کوبانچیبک اکماتов ساکن ولایت بودکند قرقیزستان را بازداشت کردند. به اطلاع پیشکی اکماتов در منطقه بین مرزی که از کوههای قرقیزستان شیره کمال جمع آورده بود دستگیر شده است. مقامات تاجیکستان اکماتov را در فروش شیره کمال به شهروندان تاجیکستان عیبدار می‌کنند. مقامات قرقیزستان خبر می‌دهند هنگام بازداشت از شهروندان ها 100 کیلو شیره کمال پیدا شده است. عین زمان اکماتov در دوشنبه نگاه داشته می شود.
بینندگان عزیز، اکنون برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی برای امروز 9 سپتامبر $1 را 11 سوم و 32 درم و 1 یورو را 13 سوم و 38 درم نرخ گذاشته است. قرب 1000 روبل روسی امروز برابر به 154 سوم و 10 درم می باشد که نسبت دیروز کمتر است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی سرخط رویدادها با تقدیم شما در پیش باز برنامه اخباری آزادی داریم و آنجا نیز منتظرتان هستم. روز خوب و برای کار برایتان.